تقوا چی هست؟ متقی کی هست؟ تقوا چه قسم حاصل میشه و ما چه قسم میتونیم متقی شویم؟ این بسیار مهم است برای یک مسلمان. در قسمت فهم تقوا در عصر صحابه کرام سلف صالح، صحابه و تابعین و تبع تابعین رحمهم الله، عمر رضی الله تعالی عنه از یک صحابی دیگه پرسان میکنه ما تقوا؟ صحابه عادت داشتن وقتی یک اصطلاح قرآنی را یا کدام موضوع را نمیفهمیدن، اولتر به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه میکردن. وقتی رسول الله صلی الله علیه و برشان تفسیر میکرد قناعتشان حاصل میشد. و بعضی اوقات یک صحابی از صحابی دیگه هم پرسان میکرد، وقتی میفهمید که صحابی از مکه عالمتر است و فوق کل ذی علم علیم، در بین صحابه هم علمیت یکی نسبت بر دیگه بیشتر می بود و یا خود صحابی احساس میکرد که این صحابی دیگه از مکه عالمتر است، پرسان میکرد. عمر رضی الله تعالی عنه پرسان میکنه از یک صحابی دیگه ما تقوا؟ تقوا چی هست برادر؟ او برش میگه که آیا در یک دشت خود تصور بکن در یک دشت هستی و این دشت کلش خار است، در منطقه خار است و پاهای تو هم برهنه هست. میخوای از این طرف دشت به طرف دیگه دشت بری، چی میکنی؟ چه؟ عمر رضی الله تعالی عنه برش گفت که بسیار احتیاط میکنم. مثلا اول خوب سیل میکنم که در کدام قسمت خار نیست، چون پای من برهنه است و خارای بسیار خطرناک است. اول خوب سیل میکنم که در کدام قسمت خار نیست، بازم اونجا آستایی که در پای من میمانم، باز سیل میکنم، باز کدام قسمت خار نیست، باز در اونجا پای من میمانم. این صحابی برش گفت که اینمی تقوا هست. چی معنی؟ یعنی وقتی که قدم میمانی در زندگی، هر قدمت باید محاسبه کرده، فکر کرده. هر سخنی را که گوش میگیری، در مجلسی که میشینی، به هر مجلس که چکنی دیت تقوا ویل کی. کم کالی چه آغنده، لباسی که میپوشی، اول فکر میکنی که این پیران را که من میپوشم، این لباس را که من میپوشم، آیا در پوشیدن ازی مشابهت با رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه؟ آیا مشابهت با یک کافر میشه؟ چهره من، آیا در چهره من آثار چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده میشه؟ و یا هم دشمنای رسول الله صلی الله علیه و سلم چهرهش مشابه چهره یزو میشه؟ در سلمانی هم که میری، همون سلمان برات میگه که اینیش 8 تا عکس بند کرده. این 8 تا عکس که سیل میکنی، یکی شیطان پرست است، یکیش گو پرست است، اون دوست، یکی شیطان پرست است، یکی مجسمه عیسی علیه السلام پرستش میکنه، نصرانی هست، یکیش یهودی است که دشمن الله و رسولش است. سلمانی برات میگه خب آله چی میخوایی چهره مثل کی برات جور کنه؟ مثل یهود؟ مثل نصارا؟ مثل شیطان پرست؟ مثل دشمن الله؟ مثل دشمن رسولش؟ پس وظیفه تو از برش میگه که نه برادر عزیزم، چهره مرا چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم رو جور کن. این تقوا هست.